خیلی خستم، نمیتونم بخوابم. بذار ببینم میشه توی شبکه اجتماعی چیزی پیدا کرد. نه، اونجا هم حوصله سر بره. من مطمئن هستم که 99% شما همینجوری از خواب بیدار میشین، بدون انگیزه، بدون قدرت جسمی و همینطور بدون قدرت ذهنی. و شما فکر میکنین که مشکل از شماست، ولی در اصل مشکل شما اراده ضعیف شما هست. حالا شما از من میپرسین که این مشکل راه حلی هم داره یا نه، یا باید همیشه توی افسردگی و ناراحتی زندگی کنیم؟ ولی من به شما میگم بله، این مشکل راه حل داره و من امروز اینجا هستم تا به شما 5 نکته جالب رو بگم که بتونین مشکلتون رو حل کنید. آماده اید؟ بریم. 3 2 1. شماره 1: کشش بدن. کشش بدن، اونم اول صبح به سمت بالا یا پایین، باعث در اومدن خستگی از بدن شما میشه. شماره 2: خوردن آب اول صبح. خوردن یه لیوان آب، اونم اول صبح، به شما انرژی میده تا بتونین کارهای هفته‌تون رو راحت‌تر انجام بدین و باعث ریکاوری بدنتون میشه که بتونین راحت‌تر انجام بدین کارتون. شماره 3: دوری از شبکه‌های اجتماعی. هرچند شما میدونم بیشتر شما توی شبکه‌های اجتماعی میگنید، ولی شما باید این عادت رو ترک کنید، چون این باعث ناراحتی و افسردگی شما میشه و همینجوری که گفتم. شماره 4: دوری از تاریکی. اگر شما تو تاریکی باشین، باعث ناراحتی شما میشه، انگار اینکه شما تنهایی و باعث به هم ریختن از ذهن شما میشه. بهتره برین نمیدونم زیر نور خورشیدی کم نور بگیرین، چون بر اساس تحقیقات این به شما نشون میده که شما خوشحال میشین. حالا نکته آخر یا شماره 5: برقراری ارتباط. شما میتونید با برقراری ارتباط میتونین اجتماعی تر باشین و به کمک دوستانتون راحت تر زندگی کنید. و من امیدوارم از این 5 نکته به خوبی استفاده کنید و با انگیزه از خواب بیدار بشین. و ممنونم که ویدیوی منو نگاه کردین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.